مگه میشه کتابی باشه که باعث بشه باهاش مثل ابر بهاری گریه کنید؟ البته که هست. با من همراه باشید. سلام بچه‌های خودم، حالتون چطور؟ امیدوارم که حسابی سرحال و پر انرژی باشید. من اومدم با یه ویدیوی جدید خدمتتون و امروز میخوام راجع به کتابایی صحبت کنم که اگه الان تو فصل پاییز بخونید، الان که هوا دلگیره بخونید، باعث میشه که باش کلی گریه کنید. این ویدیو رو به درخواست شما من گرفتم، چون خیلیا توی پیوی و دایرکت من میپرسیدن که الان که هوای ذره دلگیره کتاب غمگین بهشون معرفی کنم. منم گفتم چی بهتر از این که یه ویدیو راجبش بگیرم و توی یوتیوب بذارم و کلی راجب کتابا با هم دیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم. خب اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم صدای آرچره. بچه ها، صدای آرچر خیلی کتاب قشنگ، ملو و البته گریه داریه. باعث میشه شما باش کلی گریه کنید، اشک بریزید، مثل ابر بهار گریه کنید. جدی دارم میگم. با اینکه خیلی داستان قشنگی داره ولی خب گریه دار هم هست. اینو حتما در نظر بگیرید. من هم زبان اصلیشو خوندم، هم ترجمهشو چک کردم. نشر آموت بهترین ترجمهشو داره. به نظر مثلا از دستش ندید و اگه حالا میخواید ترجمهشو بخونید از نشر آموت بگیرید. کتاب بعدی که دوست دارم بهتون معرفی کنم و الان مناسب هوای پاییزی و دلگیر و این چیزاست، کتاب به امید دل بستمه. بچه کتاب به امید دل بستم خیلی قشنگه. کتاب تینیجری خوشگل غمگینه که واقعا تک تک احساساتتون رو درگیر میکنه. یعنی از اون دسته کتاب هاست که در عین سادگی قشنگ قلبتون رو لمس میکنه. اگه مثلا نهایتا تو 23-4 سال هستید، 25 سال نهایتا هستید، این کتاب رو بخونید خوشتون میاد. اگه دنبال کتابای درام غمگین و اینا هستید، این کتاب خوبیه. من هم زبان اصلیشو چک کردم، هم ترجمهش بهترین ترجمهش مال نشر داهی هست و ترجمهش هم خوبه، روونه. یعنی اگه انگلیسیتون قوی نیست نگران نباشید، میتونید از نشر داهی بخونید. کتاب بعدی که خودم خیلی دوستش داشتم و خیلی هم باهاش گریه کردم هست کتاب 5 قدم فاصله است. بچه کتاب 5 قدم فاصله خیلی قشنگه، ولی خب دوتا شخصیت اصلی، دوتا شخصیتی هستن که بیماری قلبی دارن و یه بیماری خاصی، اسمش الان یادم رفته، ولی یه بیماری خاصی دارن که نمیتونن به همدیگه خیلی نزدیک بشن. همیشه باید مثلا 5 قدم از همدیگه فاصله داشته باشن و با اینکه عاشق همدیگه میشن ولی نمیتونن مثلا کنار همدیگه کامل بمونن دیگه، دست همو بگیرن و اینا، و چون باعث میشه که بیماریشون تشدید بشه و خطرناک بشه. آقا خلاصه این کتاب اشکتون رو در میاره، خیلی باش گریه میکنید، ولی خیلی قشنگه. فیلمش هم ساختن. کتاب بعدی که دوست دارم بهتون معرفی کنم کتاب نحسی ستارگان بخت ماست. بچه این کتاب خیلی قشنگه ولی خیلی گریه داره. من کی خوندمش؟ مثلا فکر کنم یه 4 سال 5 سال پیش همچین تایمایی بود، دقیقاً یادم نمیاد، ولی اون موقع خوندمش و یکی دو بارم کتابو خوندم، یکی دو بار فیلمش رو دیدم. کتاب جزئیات خیلی بیشتری داشت، البته یه سری چیزا تو کتابش اومده بود که توی فیلمش نیومده بود، ولی هم فیلمش قشنگه هم کتابش قشنگه. جفتشو ببینید بچه، خیلی قشنگن ولی خیلی گریه میکنید، خیلی گریه میکنید. اینم راجع به دختر پسریه که سرطان دارن و دیگه سرطانشون پیشرفت میکنه و اینا. حالا من اسپویل نمیکنم که میخواین بخورید، ولی خیلی قشنگه ولی واقعا گریه داره، واقعا گریه‌تون رو در میاره. کتاب بعدی که اصلا نمیشد اسمشو توی این لیست نیارم کتاب سنگدله. بچه کتاب سنگدل از اون دسته کتاب است که فانتزی و عاشقانه است، ولی آخرش اتفاقی میفته که قلبتون رو میشکنه. یعنی قلبتون رو هزاران تیکه میکنه، روحتون رو از همدیگه جدا میکنه. خیلی غمگینه. یعنی صفحات آخرش من انقدر گریه کردم، چند صفحه آخرم کلا با اشکام خیس بود، ولی کتابش خیلی قشنگه. به نظرم حتما بخونیدش و اگه اشتباه نکنم داره یه جوری زندگی گذشته یه ملکه قلب ها رو نشون میده که مثلا میگه چی شد که شرور شد و اینا، اگه اشتباه نکنم، ولی کتابش قشنگه، حتما بخونید. کتاب بعدی که باید اسمشو توی این لیست می آوردم و بهتون معرفی می کردم کتاب سم حسن بفرماییده.
بچه‌ها این کتاب تینیجریه ولی خیلی گریه داره. یعنی اگه میخواید گریه کنید و قلبتون منفجر بشه، کتاب سم هستم بفرمایید رو بخونید. خیلی قشنگه، یعنی خیلی کتاب قشنگیه و انقدر عشق خوب به تصویر میکشه که شما اون رو با تک تک سلولهای قلبتون احساس میکنید. ولی واقعا کتاب غمگینیه، خیلی باهاش اشک میریزید. من خیلی باهاش گریه کردم، خیلی زیاد، ولی واقعا ارزش خوندن داره. اگه دنبال یه کتاب گریه دار هستید که اشکتون رو در بیاره، قلبتون رو بشکنه، دلتون برای کاراکترها بتپه، این کتاب خوبی و من بهتون پیشنهاد میدم. این چند تا کتاب غمگینی بود که بهتون معرفی کردم و اگر دنبال کتابی هستین که واقعا بشینید باهاش مثل ابر بهار گریه کنید، این کتابای توی ویدیو گزینه خوبی ان برای شما. خیلی قشنگی، به نظرم دستشون ندید. کتابای خیلی قشنگی ان و واقعا باشون گریه می‌کنید. جزء مورد علاقه خود منم خیلی دوستشون داشتم. گفتم توی این ویدیو بگم راجبشون و باهاتون حرف بزنم. این ویدیو رو خیلی طولانی نکردم چون می‌خواستم فقط چند تا کتاب معرفی کنم که اگه خواستین دنبال کتابای غمگین برید این کتابا رو بخونید. در کل مطمئنم که خوندنشون کلی لذت میبرید و گریه میکنید. نگفتم اینا دیگه. همین، مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.